خب به نام یاد خدا، جلسه اول از پروگرام ورد است. پروگرام ورد از جمله پروگرام های پکیج آفیس یا شرکت مایکروسافت است. ببینید پروگرام ورد برای چی، یعنی کاربرد پروگرام ورد در چی است. پروگرام ورد اکثرا برای نوشتن کتاب ها، روزنامه ها، سمینارها، مجله ها، مقالات و غیره همین موارد استفاده می شود. خب مطمئن هستم که شما هم با پروگرام ورد کار کرده این، ضرور نیست دیگه مقدمه بگوییم. میریم حال طریقه باز کردن پروگرام ورد را با هم کار میکنیم. ما میتونیم پروگرام ورد را به طریقه های مختلف باز کنیم. طریقه خیلی ساده و آسان که از قسمت سرچ باکس یا سرچ بتن است. بالای سرچ بتن کلیک میکنیم، اینجا فقط ورد سرچ میکنیم و یا وین ورد سرچ میکنیم. به این شکل پروگرام ورد برای ما باز میشه. یک طریقه دیگه از طریق استارت منو، در این قسمت پروگرام ورد رو یافت میکنیم، بالایش کلیک کرده و پروگرام ورد برای ما باز میشه. و یا هم با استفاده از رن، وین کی را همراه آر فشار بدین، صفحه رن براتون باز میشه. در این صفحه وین ورد نوشته کنید، پروگرام ورد براتون باز میشه. از طریق CMD هم میتونیم باز کنیم. در سرچ میم CMD که روزهای گذشته بعضی کارها را از طریق CMD انجام دادیم، در این قسمت هم CMD نوشته کرده و بالای CMD رو باز میکنیم و در این قسمت نوشته میکنیم Start When Word. خب Start اسپل اشتباه کردیم، When Word. پروگرام ورد باز میشه. از طریق فایل اکسپلورر هم باز میتونیم. فایل اکسپلورر قسمتی که درایو های ما موقعیت داره، در قسمت آدرس بار میم نوشته میکنیم وین ورد. پروگرام ورد برای ما باز میشه. خب طریقه های مختلف است، میتونید از یکش استفاده کنیم. و یک طریق خیلی آسان که هر روز مثلا ما از پروگرام ورد استفاده کنیم، میتونیم پروگرام ورد در این قسمت، در قسمت تاسکبار قرار بدیم. مثلا ما در سرچ میم نوشته میکنیم ورد و بالای ورد راست کلیک کرده پین تو تاسکبار، یعنی در قسمت تاسکبار به ما پین شو. حالا آیکن پروگرام ورد در این قسمت آمد و هر وقت پروگرام ورد ضرورت داشتین فقط بالایش کلیک کنیم، پروگرام ورد براتون باز میشه. این صفحه اول پروگرام ورد است. این صفحه رو به نام صفحه ویلکم اسکرین یاد میکنم. این صفحه از دو بخش تقسیم شده. قسمت چپ تمام فایل های وردی که قبلا شما ایجاد کرده اید در کامپیوترتون موجود است. اخیراً ریسنت اینجا نوشته است، اخیراً فایل هایی که شما از طریق ورد ایجاد کردین در این قسمت آمدن، میتونین بالایش کلیک کرده و تغییرات بیارید. و همچنین از قسمت پایین اوپن آدر داکومنت است، در داخل درایوتون میرین در هر قسمتی که کدام فایل از ورد باشه و بخواین او را از طریق او فایل را از طریق ورد باز کنید و تغییرات بیارید، انتخاب میکنید و براتون باز میشه. قسمت دست راست این قسمت تمپلیت ها است، یعنی صفحاتی از قبل آمده شده توسط خود شرکت. میتونید از این تمپلیت ها هم استفاده کنید، یکش انتخاب کنید، تغییرات برید، نظر و معلومات دلخواه خود میتونید اونا را تغییر بدین. و یا هم اگر به اینترنت وصل باشید از قسمت بالا، اگر کامپیوترتون به اینترنت وصل باشه از قسمت بالا یک تمپلیت خودتون جستجو کنید. مثلا نوشته کنید کاور پیج، براتون پوش های چپتر ها را دیزاین های مختلف میاره، یکش انتخاب کنید، تغییر بدید با نظر به مو ضرورت خودتون آپدیت کنید یا تغییرات بیارید، کاستومایز کنید. این بود صفحه ویلکم اسکرین. خب ما میگیم نه از تمپلیت ها هم استفاده نمیکنیم. یک قسمت دیگه به نام بلانک داکومنت است، یعنی سند خالی. ما هم از قسمت سند خالی ما یک سند خالی ضرورت داریم، همین انتخاب میکنیم. این مکمل لیاوت یا صفحه خود پروگرام ورد است، مکمل. خب برای کار کردن با ورد بهتر است که اول بعضی از قسمت های پروگرام ورد را، بعضی از بخش های این صفحه را آشنا باشیم و نام هایش یاد داشته باشیم. مثلا قسمت بالا را مکمل به نام تایتل بار یاد میکنم. این قسمت مکمل سر تا سر به نام تایتل بار یاد میکنم و همه تایتل بار از سه قسمت دیگه ساخته شده. قسمت اول کنج بالا دست چپ به نام
کویک اکسس بار یاد میکنه. مکمل قسمت به نام کویک اکسس بار یاد میکنه. این چند آپشنی که شما میبینین. و قسمت وسطی را به نام فایل نیم و پروگرام نیم یاد میکنه. فایل نیم اینی داکیومنت یک فایل نیم است، نام فایل ما است، و ورد که است پروگرام نیم نام پروگرام ما است. قسمت بالا دست راست این قسمت مکمل به نام کپشن بتن یا کنترل بتن یاد میکنه. بتن هایی است که پروگرام ما رو کنترل میکنه. مثلا و پایینتر ما تاب داریم. این قسمت همگیش به نام تاب یاد میکنه. تاب هوم، تاب انزرت، تاب دیزاین به همین قسم. و قسمت فایل به نام این قسمت به نام منو یاد میکنه یا منوی فایل. بغیر از فایل تمام این قسمت ها رو که شما میبینید به نام تاب یاد میکنه. و در داخل تاب هر تاب از گروپ ها تشکیل شده. ببینین هر تاب گروپ داره. مثلا تاب هوم گروپ کلیبورد است، گروپ فونت است، گروپ پاراگراف است، گروپ استایل است، گروپ ایدیتینگ است. هر تاب از گروپ ها تشکیل شده و هر گروپ مثلا گروپ کلیبورد از کامند ها تشکیل شده. داخل هر گروپ که شما میبینین این بخش ها را به نام کامند یاد میکنم. اینی کامند های فونت از گروپ فونت، این کامند های گروپ پاراگراف است. و تمام قسمت ها را از دست چپ شروع تا دست راست مکمل به نام رایبون یاد میکنه. تمام گروپ ها و کامند ها را به نام رایبون یاد میکنه. این قسمت را به نام اسکرول بار یاد میکنه. توسط از این ما میتونیم صفحه خود بالا و پایین بیاریم. و این خودش رولر یا خطکش است. قسمت پایین دست چپ این قسمت به نام استاتس بار یا نوار حالت یاد میکنه. میله حالت. و این قسمت به نام ویو مود یاد میکنم. این قسمت به نام ویو مود. مثلا اگر ما یک متن داشته باشیم به این شکل، خب به کدام حالت متن خود ببینیم؟ به حالت خانه، یعنی مثل کتاب برای مطالعه، یا بخش دومش پرینت لیاوت است به شکلی که پرینت می شود، و قسمت دوم وب لیاوت است به شکل یک صفحه وبسایت. هر سه بخش رو به نام ویو مود یاد میکنم. این قسمت شما میبینین این گراف به نام این قسمت به نام زوم سلایدر یاد میکنم. ما میتونیم صفحه خود را دور و نزدیک یا متن خود دور و نزدیک بسازیم با استفاده از این. خب این بود بخش های مختلفی از خود صفحه ورد که باهاش آشنا شدیم. خب قسمت اول ما گفتیم این قسمت به نام کویک اکسس بار یاد میکنم. خب این قسمت چی کارا از این قسمت انجام میشه؟ مثلا اگر ما یک متن داشته باشیم، ما یک عنوان داریم به نام افغانستان و این عنوان خود انتخاب میکنیم و همچنان در پایین یک کمی معلومات درباره افغانستان داریم به این شکل. خب این یک سمینار است. سمینار ما آماده شد. از قسمت اول سیو است. ما میتونیم فایل خود سیو کنیم. بالاش کلیک میکنیم، در براوز میم یک موقعیت انتخاب میکنیم. مثلا میگم برای صفحه دسکتاپ سیو شود، نامش به نام افغانستان سیو شود. وقتی سیو کلیک کنین فایلتون هم به شکل آسان سیو شد. اگر روی صفحه دسکتاپ برین اما فایل اینجا ایجاد شده، این افغانستان در بالا. قسمت بعد ما اندو و ریدو داریم. ببین اندو و ریدو چی کار میکنه. من حال متن دارم، متن خانه مثلا یک کمی تغییرات میارم، انشالله اینا رو همیشه میخوانیم. حالا فقط به خاطر دانستن اندو و ریدو که اینها چی کار میکنن از این کامنت ها استفاده میکنیم. خب رنگ تغییر میدم، اینجا قسمت متن حذف میکنم، مثلا اینجا هم یک کمی متن پاک میکنم و این قسمت هم یک قسمتش از متن خود رو حذف میکنیم یا مثلا رنگش تغییر میدیم. این یک تغییراتی آوردیم بالای متن خود. اندو یک قدم به پشت سر برگشت میکنم. مثلا ما در اخیر اینی رنگ تغییر دادم، برش میگم نه این رنگ تغییر نخره، حالت اولیش باشه. اندو ببین یک قدم پشت سر رفت، اندو کرد برای ما. و ریدو پس یک قدم پیش روی میه، پس رنگ برای ما آورد. خب میخواستن تمام دیزاین ها به حالت اولی خود بره، باز اندو رو فشار داده برین، متنایی که پاک کردین همه دیزاین هایی که بالایش تطبیق کردین اونها هم به حالت اولی خود را میگیره. و همین قسم ریدو پس همو یعنی یک قدم طرف پیش رو میرن به این ترتیب. اگر میخواستین مکمل به صورت یک جایی اندو کنین، باز من از این قسمت انتخاب میکنین، مثلا میگیم تا این قسمت به ما اندو که مکمل همیشه اندو کرد یک جایی. یا اگر میخواستین ریدو کنین پس همون متن رو میتونین بیارین به شکل. قسمت بعد یک بتن است اینجا، میتونین از این قسمت بعضی آپشن ها رو در قسمت کویک اکسس بار اضافه کنید. فعلا ما سیو داریم، اندو داریم، ریدو داریم. اگر ما بخوایم مثلا یک بخش دیگه هم اضافه شه، بالای کلیک میکنیم،
مثلا من میگم ایمیل اضافه کو، وقتی من متن سمینار خود آماده کردم مستقیم از طریق من بتونم ایمیل کنم. یا مثلا میتونین یک بخش دیگر درا تیبل اضافه کنین، از این قسمت کلیک کنین یک تیبل رسم کنین. اگر میخواستین نباشه باز انچک میکنید یا غیر فعال میکنید، براتون پنهان میشه. خب این قسمت رو گفتیم فایل نیم است و این پروگرام نیم است. این قسمت یک بتن داریم به نام رایبون دیسپلی آپشن. ببین رایبون دیسپلی آپشن چی کار میکنه؟ ما گفتیم که این قسمت ها رو مکمل به نام رایبونیت میکنه. اینمی رایبون خود ما از این طریق کنترل میتونیم. مثلا قسمتی اول گفته هایت اوتو هایت رایبون رو بر ما پنهان کن، مکمل رایبون پنهان کرد. و بخش دوم شو تابز، رایبون پنهان باشه اما تاب ها رو نشان بده به شکل. وقتی بالای تاب کلیک کنید باز رایبون نمایش داده میشه. اگر میخواستین نه مکمل هم تاب و هم رایبون ها و کاماند ها نشان بشه و قسمت آخر شو رو انتخاب میکنید، همیشه براتون نمایش میده. دیگه هیچ وقت قسمت رایبون پنهان نمیشه. خب گفتیم این قسمت ها به نام تاب یاد میشه به همین شکل. قبل از اینکه ما بریم از تاب ها شروع کنیم، اول یک کامند یا یک شارکت پروگرام های ورد، پاورپوینت و غیره پروگرام ها داره. او شارکت یا کامند چی است؟ مساوی RAND، قوس شروع قوس بسته. وقتی من کلیک کنم بر من 5 تا پاراگراف اینجا میاد. ببینید همیشه انتخاب میکنم 5 تا پاراگراف بر من اینجا آمد. خب پاراگراف ها رو میفهمیم از شروع تا جایی که نقطه است یک پاراگراف حساب میشه و یا با هر انتری که من فشار میدم یک پاراگراف تشکیل میشه. این گپ همیشه یادتون باشه. مثلا من در قسمت اخیر هستم، اگر من بخوام یک پاراگراف دیگه داشته باشم، چطور از این پاراگراف جدا شوه، پاراگراف دیگر چطور تشکیل شوه، فقط در قسمت اخیر کرسرتون قرار میدین، یک انتر که فشار دادین هر چی نوشته کن این یک پاراگراف دیگه است. خدا کنه یک لاین باشه، 2 لاین باشه یا هر چند لاین باشه و وقتی یک انتر دیگه فشار میدم پاراگراف دیگه شروع شد. با هر بار فشار دادن انتر یک پاراگراف شروع میشه. خب میایم سری کامندی رند قوس شروع قوس بسته. وقتی ما باز براتون نوشته میکنیم این قسمت رند قوس شروع قوس بسته، وقتی کلیک میکنیم 5 تا پاراگراف برای ما به شکل دیفالت خود پروگرام ورد بر ما میاره. خب این 5 پاراگراف چی است؟ این هر چی که از معلومات درباره یک موضوع هست. حتما ما با او کار نداریم که درباره چی است، ما فقط از متنش استفاده میکنیم به خاطر تمرین کردن پروگرام ورد خود، به خاطر تمرین کردن کامند ها و دیزاین ها که تا ما دیزاین ها را کامند ها را بالای این متن خود تطبیق کنیم و تمرین کنیم. این که متن درباره چی است با او کار نداریم. فقط پروگرام اگر مثلا پروگرام ورد این متن ها را به ما نمیداد، ما به خاطر تمرین کردن پروگرام ورد یا کار کردن برای پروگرام ورد و یا آموختن این بخشا مجبور بودیم خود ما یک پاراگراف نوشته میکنیم. به شکل وقت زیاد میگرفت. خب یک کامند یا دستور و یا یک شارکت بر ما داده رن مساوی اول مساوی رن قوس شروع قوس بسته 5 پاراگراف خودش میده به شکل دیفالت. اگر میخواستین از 5 پاراگراف زیاد باشه در داخل قوس باز اما تعداد پاراگراف های خودتون نوشته میکنید. مثلا من میگم 5 پاراگراف نباشه 500 پاراگراف باشه. 500 پاراگراف بر ما ایجاد شد. خب من میگم نه 500 پاراگراف نباشن، به این شکل مثلا 5000 پاراگراف باشه. 5000 پاراگراف برای ما ایجاد شد. سوال اینجاست چند تا پاراگراف ممکنه از طریق رند بسازیم؟ این یک رنج هم داره، یعنی محدودیت داره. این تو نیست مثلا ما بتونیم هر اندازه‌ای که دل ما خواست ایجاد کنیم. رنجش یادتون باشه آخرین مقداری که ما میتونیم در قسمت رند قیمت بدیم برش 6665 پاراگراف ما میتونیم ایجاد کنیم با استفاده از رند. مثلا 6665 6665 پاراگراف برای ما ایجاد شد. اگر 6666 پاراگراف یعنی یک پاراگراف من زیاد تایپ کنم، باز ببینید 6666 یعنی یک پاراگراف زیاد شده از رنج. حالی بر ما کار نمیده چون رنج نهایی 6665 پاراگراف است. خب اگر حالی ما رند نوشته کنم قوس شروع مثلا 12 پاراگراف برش بگم قوس بسته، خب 12 پاراگراف برای ما داد. حالا من برش میگم نه 12 پاراگراف یا 5 پاراگراف برای ما ایجاد کو، اما لاینش هم میتونیم تعیین کنیم.
برش میگم مثلا 30 پاراگراف ایجاد کو، با هر پاراگراف 4 خط یا 4 لاین داشته باشه به این شکل. حالا هر پاراگراف حساب کنین 4 لاین داره، میتونین کم و زیاد کنین با مو شکل دلخواه خودتون. این بود شارکت یا کامند رند. خب حالا از تب هوم شروع میکنیم. تب فایل که است یا منوی فایل، این در اخیر کار میکنیم. اول تمام تب ها را انشالله تمام میکنیم، بعدا در اخیر سر فایل میریم. به این قسم بسیار راحت است. خب در تب هوم گروپ اولی که داریم گروپ کلیبورد است. کلیبورد اصل به معنای چی است؟ شما در بعض دفاتر، بعض مراکز آموزشی، مکتب، پانتون یک تخته به رنگ سبز شاید دیده باشین. اساتید محترم بعضی یادداشت ها را، بعضی اوراق اونجا پین میکنن. اصلا کلیبورد به اونمو تخته گفته میشه. و از نگاه کامپیوتر کلیبورد که است با تعداد کپی ها و کات هایی که ما میگیریم، تعداد متن های را یا بعضی از آبجکت ها یا شیپ های را که ما کپی و کات میگیریم در قسمت کلیبورد ذخیره میشه و انمی وظیفه گروپ کلیبورد است. خب اول کامند هایی که اینجا داریم کات است، کپی است و پست است. میم اینها را با هم کار میکنیم. ببینید مثلا اگر ما داشته باشم یک کمی معلومات درباره ولایت هرات، مثلا یک پاراگراف معلومات داریم، مثلا درباره ولایت غزنی یک پاراگراف معلومات است و همین قسم مثلا یک ولایت دیگر لوگر است، یک کم معلومات درباره از این ولایت میدیم به همین شکل. خب اگر پسان مثلا متوجه شویم یا ضرورت پیدا شود که ما از همین معلومات هرات در پایین هم ضرورت داریم، مثلا یک سمینار است میگیم همین معلومات هرات در پایین هم باشه، خب این همیشه انتخاب میکنیم با استفاده از ماوس به این شکل. کپی انتخاب میکنیم، میگیم از همین معلومات یک تا دیگه در قسمت پایین باشه. ما کپی انتخاب کردیم، کرسر را در پایین قرار میدیم و پست فشار میدیم. از همون معلومات هرات در پایین یک تا دیگه هم بر ما کپی شد. خب اگر میخواستن نه یک کپیش نباشه، مکمل تمام معلومات هرات در پایین انتقال کنه، باز از کات استفاده میکنیم. کات نقطه اصلی را حذف میکنه، مکمل انتقال میده براتون. کرسر در پایین قرار میدیم و پست انتخاب میکنیم. و این شارکت هم داره. مثلا شارکت کپی که از کنترل سی در پایین میگیم یا پست کنین یا شارکت پست کنترل وی به این شکل. و کات هم شارکت داره. شارکت کات کنترل ایکس هست و در ورد یا تر شیفت دیلیت. شیفت دیلیت انتخاب میکنید و در پایین یا پست میکنید یا کنترل وی به این شکل. خب این بود کامنت های کات و کپی و با شارکت هایشان. ولی مثلا اگر ما با غزنی یک دیزاین بدم، با معلومات غزنی مثلا رنگش سرخ باشه، یک کمی بولد باشه، اندازه‌اش یک کمی کلان باشه، 12 باشه مثلا به این شکل. خب ما از غزنی یک کپی در پایین ضرورت دارم، میام کپی میکنم. سوال اینجاست، خب متن غزنی خود دیزاین داره، آیا با دیزاین در پایین کپی شوه برای ما، بدون دیزاین کپی شوه؟ خب در همین جا است که پست 3 بخش آپشن دیگه داره. ما میتونیم متن را با دیزاین کپی کنیم، وقتی که کپی میگیریم پست کنیم، بدون دیزاین و یا بعضی از دیزاین هایش هم. خب متن غزنی رو مثلا من کپی گرفتم به این شکل. در قسمت پایین میخوایم همین متن کپی شوه. خب در قسمت پست آپشن است. آپشن اولی کیپ سورس فورماتینگ است، یعنی با تمام همون دیزاین هایی که داره متن به مو دیزاین ها به من کپی کن، به مو شکل، به مو دیزاینی که است. خب به مو دیزاین به من کپی شد. بخش دوم مرج فورماتینگ است. بعضی از دیزاین ها را کپی میکنه و بعضی از دیزاین هایش کپی نمیکنه. ببینین زیادتر دیزاین هایی که در سمت چپ است، بولد است مثلا، این دیزاین ها را گرفته و دیزاین هایی که سمت راست است این رنگش نگرفته. مثلا یک بعضی از دیزاین ها را کپی میکنه، بعضیش را کپی نمیاره. این آپشن وسطی بود. اما آپشن آخری چی کار میکنه؟ آپشن آخری که است کپی میکنه به یک متن ساده، به متن دیفالت، یعنی مثل متن لوگر. این بود 3 نوع از نوع پست کردن. ما میتونیم متن رو با دیزاین، با بعضی از دیزاین ها و بدون دیزاین کپی کنیم. خب فرمت پرینتر چی کار میکنم؟ مثلا من یک متن دارم
و یا یک کمی معلومات دارم درباره افغانستان. به این شکل افغانستان نمیگیریم، یک ولایت مثلا هرات. خب یک کمی معلومات دربارهش میدیم. همین قسم غزنی به این شکل و مثلا لوگر. خب یک پاراگراف معلومات باشه و میتونیم مثلا یک ولایت دیگه مثلا زابل باشه به این شکل. خب ما عنوان موضوع هرات، عنوان ما هرات است. میخوام عنوان ها یک دیزاین داشته باشه. مثلا هرات بولد باشه، یک کمی اندازهش کلان باشه، ایتالیک باشه، اندرلاین داشته باشه، زیرش خط داشته باشه و رنگش سرخ باشه. و همچنین میتونیم از این یک دیزاین انتخاب کنیم. پس آن همیشه انشالله کار میکنیم. خب یک دیزاین به این عنوان خود دادم و حالا میخوام مثلا تمام عنوان ها غزنی، لوگر و زابل همین دیزاین داشته باشه. اگر ما بروم مثلا غزنی رو جدا برش دیزاین بدم، بولد کنم، ایتالیک کنم، رنگ بدم، وقت زیادی مرا میگیرم. چی کار کنیم که همین دیزاین بالای اینها هم تطبیق شود؟ این دیزاین انتخاب میکنیم، دیزاین اولی خود را که همین عنوان اولی خود را که برش دیزاین دادیم. فرمت پرینتر را کلیک میکنید، یک کلیک. حالا من شکل یک بورس گرفت به خود، بورس رنگ را بالای غزنی کش میکنیم، اما دیزاین میگیره. خب حالا بالای لوگر کار نمیکنه چون ما یک بار ایرا فشار دادیم، دو دفعه پیوست فشار بدیم. حالا بالای لوگر کش میکنیم، همین دیزاین میگیره. بالای زابل کش کنیم، همین دیزاین میگیره. یا در قسمت از متن ها که شما قرار بدین، همون دیزاین به خود میگیره. اگر میخواستین دیزاین حذف شود، اولی را غیر فعال کنید، در قسمت انتخاب کنید متن ساده را. باز میایم در قسمت فرمت پرینتر. یعنی چون ما از متن ساده دیزاین گرفتیم، ببین پس به متن ساده تبدیل شد. هزار دیزاینی که شما بگیرین فرمت پرینتر، همون دیزاین بالا دیگه متن ها تطبیق میکنن. این بود کاربرد فرمت پرینتر و مکمل گروپ کلیپ بورد. حالا میایم بالای گروپ فوند. از طریق گروپ فوند ما میتونیم اندازه و سایز و استایل های متن خود رو تعیین کنیم. مثلا اگر ما یک پاراگراف داشته باشم، 5 تا پاراگراف دارم، میره انتخاب میکنم فعلا. خب شکل میتونیم از این قسمت اول بخش که داریم فونت است. ما میتونیم فونت های مختلف بالای متن خود قرار بدیم. خب از کدام فونت استفاده میکنیم؟ میگیم به ما فونتش تایم نیو رومان باشد. نه فونت نباشه، یک فونت دیگه انتخاب کنیم، مثلا آریال باشد. خب این فونت هم نباشه، هر فونتی که شما میخواستین این به این شکل باشد. فونت های مختلف میتونین از قسمت اول گروپ فونت انتخاب کنید به این شکل. هر فونتی که شما میخواستین، فارسی باشه، انگلیسی باشه، اگر متنتون مثلا میگم اینی فونت باشد. خب قسمت بعد اندازه است. سایز متن ما با کدام اندازه باشد؟ مثلا 18 باشد، یعنی میتونین تا 72 سایزش تعیین کنید، هر اندازه که شما میخواستین. آیا از 72 به بالا هم تعیین میتونیم؟ بله. از 72 به بالا از این قسمت خونه میشه. ما میتونیم در این قسمت کلیک کنیم، شماره 12 من همیشه انتخاب کردم، پاک میکنم. ما میتونیم بگیم برش مثلا که 120 باشه، کلان شد. همچنان انتخاب کنیم مثلا 120 نباشه، 500 باشه، به این شکل بسیار کلان شد. خب یک رنج خود داره، ما خود نمیتونیم مثلا بگیم 5000 باشه. رنج از این هم باید داشته باشین. رنج آخری از این که از 1638 است. ببین من 1638 کلیک میکنم، فونت به من بسیار زیاد کلان که حتی نشان داده بخی نمیشه. من از این به اندازه کمی میبینیمشان. خب رنج آخری 1638 است، سایز آخری که ما به متن خود داده میتونیم. خب اگر 1639 در این قسمت ما برش انتخاب کنم، وقتی انتر فشار میدم به من ایرور میده. خب در ایرور چی گفته شما میتونید بین 1 تا 1638 انتخاب کنید، از او به بالا اجازه نداره. این بود سایز متن ما. میتونیم سایز خود از این قسمت تعیین کنیم. قسمت بعد ما میتونیم هم از اینجا سایز تعیین کنیم و هم از این قسمت. اینکریز فون سایز زیاد میکنه و دیکریز فون سایز کم میکنه به شکل. و این شارکت هم داره. شارکتش چی است؟ کنترل شیفت نقطه زیاد میکنه سایز ما را و کنترل شیفت کامل کم میکنه به شکل. و از این طریق میتونه هم کم و زیاد کنه. قسمت بعد چنج کیس است. متن ما با کدام حالت باشه؟ حالت اول حالت استاندارد است، چند حالت دارد. حالت اول حالت استاندارد است یا سنتنس کیس.
سنتنس کیس چه قسم است؟ حرف اول هر پاراگراف بزرگ است. ویدیو مثلا ویش بزرگ است. تمام حروف پاراگراف تا نقطه با حرف کوچک زبان انگلیسی است. حالت دوم لاور کیس است. تمام حروف پاراگراف ما را به حرف کوچک زبان انگلیسی به ما نمایش میده. حالت بعد اپر کیس است. تمام حروف پاراگراف به شکل حروف بزرگ نمایش داده میشه. و حالت بعدی کپیتالایز ایچ ورد است. خب حالت چهارمی گفتم کپیتالایز ایچ ورد است. یعنی حرف اول هر کلمه را کلان میکنه، به صورت کلان نمایش میده. ویدیو حرف اولش ویز کلان، پرووایدز حرف اولش پیز کلان. هر کلمه رو حرف اولش کلان، بقیه تمام حروف خرد نمایش داده میشه. و همین قسم گزینه اخری توگل کیس است، برعکس است. حرف اول هر کلمه خرد، بقیه حروف کلان. شما میتونین حالت های متنتون را از این قسمت تعیین کنید. خب حالت استاندارد سنتنس کیس است، یعنی حرف اول پاراگراف بزرگ باشد، تمام حروف با حروف یک پاراگراف با حرف کوچک نمایش داده شود که این حالت استاندارد از نگاه قانون نوشتاری زبان انگلیسی است. خب تمام متن خود را انتخاب میکنیم، یک کمی اندازهش خرد میکنیم. قسمت پایینتر بی بر ما چی کار میکنه؟ بولد میکنه، برجسته میکنه متن ما را. و شارکتش که از کنترل بی است. قسمت بعد ایتالیک. ایتالیک یعنی متن ما را یک کمی خمیده میکنه به این شکل. و شارکت هم دارن. شارکتش کنترل آی است یا F5. خب در نقطه های ویندوز فقط این شارکتش به شما گفته کنترل شیفت آی است البته به این شکل. و قسمت بعد اندرلاین است. اندرلاین اگر بخواید زیر متنتون یک خط باشه به این شکل. بعضی متن‌ها رو ما شما می‌بینیم زیرش خط دارن. و شارکتش هم کنترل یو است. از طریق شارکت اگر کار می‌کردین. و اندرلاین بعضی دیزاین های دیگر هم داره. می‌خواستین زیر خطتون دو خطه باشه به این شکل اندرلاین داشته باشه و یا مثلا به شکل نقطه نقطه باشه، داش داش باشه به این شکل. و همچنین اگر از این دیزاین ها مورد پسندتان نبود میتونین خودتون از این قسمت که پسان ان شاء الله کار میکنین. اینجا اندرلاین استایل است، یک استایل برش انتخاب کنین. استایل های مختلف است، مثلا میگیم این استایل باشه و همچنین رنگ برش انتخاب میتونین، این رنگ باشه. ببینین یک دیزاین دیگه بر خود گرفت. و قسمت اخیر اگر رنگ اندرلاین مورد پسندتان نبود، یک رنگ دیگه انتخاب کنین، رنگ سبز باشه به این شکل. این قسمت اندرلاین بود. قسمت بعد استریکترو است. بعض وقت ممکن است بالای بعضی خطا شما خط کش کنین، بالای بعضی از قسمت های متنتان به این شکل. یا مثلا ما یک متن داریم به این شکل، میخوایم بالای این قسمت یک خط کش شود. نظر به ضرورت متن را انتخاب میکنید و استریکتور رو انتخاب میکنید. اما قسمت هم به ما مکمل استریکتور میکنه یا بالایش یک خط کش میکنه. قسمت بعد ما سابسکریپ و سوپرسکریپت داریم. سابسکریپت با قاعده میارد اعداد را و سوپرسکریپت به توان بالا میبرد. مثلا اگر ما داشته باشیم یک کمی اندازه رو کلان میکنم از این قسمت. خب اگر ما بخوایم x به قاعده 2 نوشته کنیم، این زیادتر در ریاضی کاربرد داره. x به قاعده 2 نوشته میکنیم، 2 را انتخاب میکنیم، تنها 2 را سابسکریپت به قاعده میاره به این شکل x به قاعده 2. و همین قسم اگر بخوایم x مربع نوشته کنیم، 2 را انتخاب کرده و x و سوپرسکریپت انتخاب میکنیم و x مربع به این شکل. یا مثلا یک مثال نوشته کنم ما داشته باشیم 2x مربع مثبت مثلا 3y مکعب به این شکل. خب یک فرمول ریاضی چطوری به توان بالا ببریم؟ 2 را انتخاب میکنیم اول سوپرسکریپت، بعدا 3 را انتخاب میکنیم و سوپرسکریپت انتخاب میکنیم 2x مربع مثبت 3y مربع. این بود کاربرد سابسکریپت و سوپرسکریپت. قسمت بعد تکست افکت است. اگر بالای متن خود دیزاین های مختلف تطبیق کنیم، مثلا من یک متن دارم افغانستان به این شکل، یک کمی اندازهش خرد میکنیم، زیاد کلان است، انتخاب میکنیم، بعضی اندازهش خرد میکنیم، کنترل آر فشار میدم به طرف راست بره. خب از قسمت تکست افکت میتونیم بالای متن خود دیزاین های مختلف رو تطبیق کنیم به این شکل.
هر دیزاینی که شما می‌خواستین، مثلا افغانستان عنوانتون است، می‌خواستین عنوان یک دیزاین خوب داشته باشه، یک از این دیزاین ها رو انتخاب می‌کنین. مثلا میگم این دیزاین باشه. و قسمت پایین آوتلاین داریم. آوتلاین به معنای خط‌های بیرونی یا قسمت‌های باردر یا خط‌های بیرونی، قسمت‌های بیرونی متن. خب قسمت‌های بیرونی متن به کدام رنگ باشد؟ رنگش انتخاب کنیم. مثلا میگم به رنگ سرخ باشد. خب اگر ما یکم متن رو پیش بریم ببینید قسمت‌های بیرونی یک رنگ سرخ به خود گرفته. خب قسمت بعد از آوتلاین بعضی آپشن‌ها دارن. اگر می‌خواستین هیچ آوتلاین نباشد، نو آوتلاین انتخاب کنید. دیگه هیچ رنگ نمی داشته باشه قسمت‌های بیرونیش. اگر از این رنگ‌ها مورد پسندتون نبود، میتونید مور آوتلاین انتخاب کنید، یک از این رنگ‌ها رو انتخاب کنید به این شکل. یا از قسمت کاستوم با استفاده از ماوس مثلا میگیم به رنگ زرد باشه. حال رنگ زرد به خود گرفت. و همچنین قسمت آوتلاین وید داریم. میتونیم خط‌های بیرونی یا آوتلاین رو عرضش زیاد کنیم. مثلا میگیم ویدش اینه به اینی اندازه باشه. حال خوبتر معلوم میشه. و همچنین بخش آوتلاین قسمت بعد اگر میخواستین خط‌های بیرونی یا آوتلاین به صورت خط مستقیم نباشه، این تو به شکل نقطه نقطه باشه و یا مثلا به شکل داش باشه، به این شکل میتونید انتخاب کنید. خب اگر میخواستین هیچ آوتلاین نباشه، باز نو آوتلاین انتخاب کنید. فعلا هیچ آوتلاین ندارم. قسمت پایینتر ما شادو داریم، سایه. افغانستان مثلا عنوانتون است، میخواین عنوانتون را یک دیزاین بدین و همچنین برایش یک سایه هم انتخاب کنید. خب این دیزاین شادوهای از قبل دیزاین شده است، مثلا یک از اینا انتخاب میکنین. اگر حال متوجه باشین متنتون یک قسم سایه به خود گرفته این قسمت ها. خب قسمت شادو و یا اگر میخواستین سایه در پشت سر متن باشه و همچنین اگر میخواستین در پیش روی متن باشه به این شکل. اگر میخواستین هیچ شادو یا سایه نداشته باشد، نو شادو رو انتخاب کنید. قسمت پایینتر ریفلکشن است، انعکاس. اگر میخواستین متنتون یک انعکاس داشته باشد به این شکل، ببینید هر کدامش من انتخاب کنم با سایز ها و فاصله های مختلف قرار میگیره به این شکل. مثلا ببین به این شکل باشد. عنوان ماست یک سایه هم یک انعکاس هم داره. خب اگر میخواستین انعکاس نداشته باشد، نو ریفلکشن انتخاب کنید. قسمت پایینتر گلو یا رنگ چهار طرف داریم. اگر میخواستین متنتون چهار طرفش یک رنگ داشته باشد به این دیزاین ها، مثلا میگم این دیزاین باشد یا این دیزاین نباشد، یک دیزاین دیگه انتخاب کنید به همین شکل. هر دیزاینی که شما میخواستید. خب از قسمت پایین اگر این رنگا مورد دیزاینتون نبود، یک رنگ دیگه انتخاب کنید. این از این قسمت رنگ سرخ باشد، زرد باشد یا هر رنگ شما میخواستین. اگر میخواستین هیچ گلو رنگ چهار طرف نباشد، نو گلو انتخاب کنید. قسمت پایین نمبر استایل داریم. ببین نمبر استایل چی کار میکنه. اگر ما یک چند تا پاراگراف داشته باشیم به این شکل، تمام پاراگراف های انتخاب میکنیم و به این از این قسمت یک نمبر میدیم. انشالله بعدا میخوانیم. خب فعلا یک نمبر، هر پاراگراف ما با یک نمبر آغاز میشه. یک کمی اندازه کلان میکنیم به این شکل. هدف سر نمبر پاراگراف است. خب همین نمبر پاراگراف با کدام استایل باشد؟ از قسمت نمبر استایل میگیم. مثلا میگم به شکل تابولار باشد. خب این حالت تابولار است. یعنی به این شکل نباشد، مثلا یک شکل دیگه باشد. حالت پروپورشنال اولد انتخاب میکنید. ببین زیر یک قبلا خط داشت حالی خط نداره، یک کمی خود علامه یک کوتاه شد. همین خود عدد یک ببخشید یک کمی کوتاه شد. همین قسم میتونید یک دیزاین دیگر انتخاب کنید. حالی زیرش خط هم گرفت و یک کم فاصله هم بینشون زیاد شد. اینی استایل های مختلف از اعداد است که شما میتونید یکش انتخاب کنید. میگم به حالت دیفالت باشه، حالا یک کمی دراز شد و زیرش هم خط گرفت و فاصلهش هم تعیین شد، منظم شد. قسمت بعد ما لیگیچر داریم. ببین لیگیچر چی کار میکنه. اگر ما یک کم متن خود رو خرد کنم به این شکل، لیگیچر بعضی از حروف ها رو به ما وصل میکنه. بعضی از حروف ها رو، مثلا اینجا اف آی متوجه باشین، فت اف آی فلان از هم دیگر جدا است. یا مثلا در قسمت پایین قسمت پایین مثلا دیفرنت دو دانه اف است، فلان از هم جدا است. اگر لیگیچر یک دیزاین انتخاب کنیم اینها رو به هم وصل میکند. و یا مثلا بعضی حروف مثل سین کا سی اچ اس تی، یعنی حروف ها رو به هم وصل میکنه. به چه شکل بیاید با هم کار کنیم. خب لیگیچر می
قسمت اول نان است یعنی هیچ وصل نکو. قسمت پایین استاندارد اونلی و این استاندارد هر دوش تقریبا یک عمل را انجام بده. خب یکش انتخاب میکنیم. فعلا ببینین در قسمت فیت اف آی با هم چسبید، یعنی وصل شد، یک جای شد. و همین قسم اگر دیفرنت اینجا کلمه بود اف و اف با هم دیگر وصل شد بعضی از کلمه ها. و اگر گزینه های آخری را انتخاب کنیم در قسمت لیگچر بعضی از حروف های دیگر را با هم وصل میکنم. مثلا CH یک با استفاده از یک خط با هم وصل شد به شکل CK S و T بعضی از حروف ها. و اول اگر میخواین که هم FI FF و ای حروف های C و K C و H با هم وصل شود و قسمت آخری را انتخاب میکنیم all ligatures. all دیگه بعضی از حروف ها مثل CK CH ST و FI FF با هم دیگر وصل میشه در قسمت، یعنی FI با هم وصل شد. خب این بود از قسمت لیگچر. اگر میخواستین لیگچر نباشد نان انتخاب کنید. قسمت پایینتر استایلیستیک ست داریم. ببینین استایلیستیک ست چی کار میکنه؟ بعضی از حروف های انگلیسی به دو شکل نوشته میشه. مثلا جی حال به این شکل است، شما متوجه حرف جی باشین. اگر ما یک دیزاین دیگه انتخاب کنم از این قسمت، مثلا این دیزاین انتخاب کنم، حرف جی تغییر میکنه. این قسمت بالا رو شما متوجه بشین حرف جی اما شکلش تغییر میکنه. بعضی از حروف انگلیسی نمیتو به دو شکل نوشته میشه، اما طریقه نوشتارش فرق میکنه. جی به این شکل باشه یا به این شکل. بعضی از حروف های انگلیسی رو تغییر میده به این شکل. این وظیفه استایلیستیک ست است. اگر میخواستین به حالت اولی باشد باز اولی رو انتخاب میکنید. خب قسمت بالا یک خب قبل از اینکه قسمت کلیر آل فرمتینگ بگیم یک قسمت مونده به نام هایلایت. هایلایت چی کار میکنه؟ مثلا این متن شما است، یک کتاب است، شما میخونین بعضی نکته ها جای مهم میباشن، همون نکته ها رو انتخاب میکنین، بالای هایلایت کلیک میکنین به شما یک رنگ میده به این شکل. مثلا این بخش تعریفات است، من انتخاب میکنم، کلیک میکنم به ما یک رنگ انتخاب شد. همیشه کلیک میکنیم یک کمی اندازه‌اش خرد میکنیم به این شکل. هایلایت میتونین رنگ هایلایت هم تغییر بدین، مثلا به این رنگ باشه. حالا هر قسمت من میخواستم به مو رنگ به من هایلایت میکنم به این شکل. اگر میخواستین هیچ هایلایت نکنین نو کالر انتخاب کنید. حالا هایلایت ها رو میتونین پس برطرف کنید به این شکل. قسمت پایین ما میتونیم به متن خود یک رنگ بدیم. چطور به متن خود میتونیم یک رنگ بدیم؟ خب این قسمت هایلایت ما هم برطرف میکنیم، این قسمت خب هایلایت خاموش میکنیم. میخوایم به متن خود رنگ بدیم. چطور؟ فعلا تمام متن ما به رنگ سیاه است، میتونید از این قسمت رنگش تغییر بدین. فعلا به رنگ سیاه است، نه به رنگ سرخ باشه. به رنگ سرخ نباشه، مثلا به رنگ عین بینی رنگ باشه. هر رنگی که شما میخواستین. و همین قسم اگر از این رنگا مورد پسندتان نبود مور کالر انتخاب کنید، یک رنگ از اینجا انتخاب کنید از قسمت کاستوم کالر، یا از قسمت استاندارد کالر یک رنگ انتخاب کنید. مثلا من میگم این بنی رنگ باشه، این به مو رنگ شد. هر رنگ شما میخواستین. قسمت بالا اگر من کمی اندازه شکلان کنم، بولد، ایتالیک بسازم یا هر تغییراتی بیارم، قسمت بالا کلیر آل فرمتینگ است. تمام تغییراتی که شما آوردین همیشه حذف میکنه و به حالت استاندارد یا حالت دیفالت تبدیل میکنه. تمام تغییراتون رو حذف کرد. خب این بود از گروپ فوند. گروپ فوند در این قسمت پراپرتیز هم دارن. خب پراپرتیز زیر هم کار میکنه، بسیار ساده و آسان است. متن رو انتخاب میکنیم. مثلا من یک متن انگلیسی نوشتم افغانستان، یا مثلا نوشتم I am from Afghanistan، و در فارسی یک متن، در پایین یک متن فارسی هم نوشتم. مثلا نوشتم من از افغانستان هستم، به این شکل. من از افغانستان هستم. خب کنترل ای انتخاب میکنیم، کنترل آل به طرف راست میاریم، یک کمی اندازه شکلان میکنیم به این شکل. خب قسمت پراپرتیز برای ما چی میگن؟ مگر قسمت اول فونت است، دو بخش داره، فونت و ادوانس. فونت بخش اولش لاتین تکست است، یعنی دیزاینی که تعیین میکنی فقط برای زبانهای لاتین از این قسمت تطبیق میشه. قسمت پایین کامپلکس اسکریپت است. هر دیزاینی که از این قسمت تعیین کنیم، تنظیم کنیم، فقط بالای زبانهای کامپلکس یا زبانهایی که از طرف راست نوشته میشن، زبانهای فارسی، پشتو، عربی و این زبانها. تمام دیزاین هایی که از این قسمت ما تنظیم کنیم تنها بالای زبانهای دری، پشتو، عربی تطبیق میشه.
و قسمت اخیر آلت تکست داریم. آلت تکست هر دیزاین رو که ما از این قسمت تنظیم کنیم بالای تمام زبان ها، چی فارسی باشه، انگلیسی یا دری و پشتو و غیره. خب قسمت اول لاتین تکست از زبان‌هایی که از طرف چپ نوشته میشه. هر دیزاین ما انتخاب کنیم تنها بالای زبان‌های لاتین و یا زبان‌های انگلیسی و یا زبان‌هایی که از طرف چپ نوشته میشه. مثلا من میگم فونتش یک فونت دیگه باشه، یعنی اینی فونت باشه. ببینید سامپل شما تنها زبان انگلیسی تغییر میکنه. مثلا میگم فونت استایلش بولد و ایتالیک باشه، تنها انگلیسی بولد و ایتالیک چی فارسی به جای خود است. و یا مثلا برش میگم اندازه 28 شوه، ببین تنها انگلیسی تغییر میکنه. خب یک دیزاین تعیین کردیم، تنظیم کردیم، ولی اگه ما اوکی فشار بدم فقط I am from افغانستان که یک جمله انگلیسی است، امو دیزاین به خود میگیره و فارسی به جای خود است به این شکل. خب از این قسمت اگر میخواین آل بالای زبانهای کامپلکس اسکریپت تغییرات بیاره، زبانهایی که از طرف سمت راست نوشته میشن، پس از بخش دوم کامپلکس اسکریپت میایم. از این قسمت فونتش میگه مثلا یک فونت دیگه باشه، این فونت باشد. ببین حال دیگه فقط نمونه یا مثال انگلیسی یا نوشته انگلیسی متغیر میخورن. و یا مثلا فونت استایلش میگیم بولد ایتالیک نباشه، تنها بولد باشه، یا بولد نباشه مثلا تنها ایتالیک باشه، به شکل تنها فارسی تغییر میخورن. و اندازهش میگیم مثلا خرد باشه، بسیار به شکل. حالا اگه ما اوکی کلیک کنم، همو استایل ها تنها بالای زبان فارسی به ما اجرا میشه این به شکل. خب اگر میخواستین بالای هر دو تطبیق شود، از آلت تکست معنی تغییرات ایجاد میکنیم. اگر ما یک دیزاین ایجاد میکردیم و بخوایم بالای هر دو متن چی فارسی باشه چی انگلیسی تطبیق شود، از آلت تکست استفاده میکنیم. ببین آلت تکست چی کار میکنه؟ بخش اول فونت کالر داریم. مثلا متن رنگ متن خود تغییر میدیم، با رنگ سرخ باشه. حالا ببین پایین سامپل هم انگلیسی سرخ شد هم فارسی. و اندرلاین داریم، مثلا میگیم زیرش خط باشه به این شکل، هم فارسی خط گرفت اینجا و هم انگلیسی. و اندرلاین کالر داریم، یعنی رنگ اندرلاین به شکل یعنی رنگ زرد باشه. حالا هر دویش هم دیزاین ها رو به هم میگیره. وقتی اوکی کلیک کنیم ببینید هر دویش رنگ سرخ شد، اندرلاین گرفت و رنگ اندرلاین هم به رنگ زرد. خب قسمت پایین استرکتورو داریم. استرکتورو قبلا در بالا هم گفتم یک خط بالای متن ما کش میکنه. اگر من کلیک کنم بالای متن ما یک خط کش کرد و چونی در بالای در قسمت آلت تکست است، بالای هر دو متن تطبیق میشه. بعدا دابل استرکتور داریم، دو خط کش میکنه بالای متن ما به این شکل. قسمت پایینتر سابسکریب، سوپر اسکریپ و سابسکریپ داریم که قبلا در بالا هم کار کردیم. گفتیم مثلا اگر ما یک متن داشته باشیم و یا بخوایم یک فرمول ریاضی نوشته کنیم، x مربع نوشته کنیم، خب x دو نوشته میکنیم، دو رو انتخاب میکنیم. هم از این قسمت میتونین سوپر اسکریپ و ساب اسکریپ بالش انتخاب کنین و هم از قسمت پراپرتیز. سوپر اسکریپ میگم میره با توان بالا ببر، x مربع شد، کمی اندازهش خورد است، اندازهش هم میتونیم کلان کنیم به این شکل. خب این بود از سوپر اسکریپ و ساب اسکریپ. خب بخش دیگه اسمال کپس است. ببین اسمال کپس چی کار میکنم. ما اگر کلمه داشته باشم برام افغانستان و این انتخاب کنم، کنترل آر به سمت راست برم، از قسمت پراپرتی اسمال کپس انتخاب میکنیم. تمام حروف زبان انگلیسی را، تمام حروف را با یعنی هر لتر ما را به حروف کلان زبان انگلیسی تبدیل میکنه و حرف اولش کلانتر نسبت این سایزش کلانتر. اینا افغانستان است، تمامش به حروف کلان به ما تبدیل کرد. و قسمت پایین آل کپس داریم. آل کپس همیشه با حروف کلان تبدیل میکنه، اما به یک سایز، به یک اندازه، به این شکل. خب به نظر امروز بس است. قسمت ادوانس و قسمت پایینتر دو بخش دیگه داریم، دیگه روز ان شاء الله کار میکنیم.